امام زمان من علی به من میگه قصه زن و شوهری نیست، قصه پدر فرزندان نیست. علی برای فاطمه حب فاطمه است، درست. علی برای فاطمه شوهر فاطمه است، درست. علی برای فاطمه پدر فرزندان زهراست، درست. اما علی برای فاطمه امام زمان فاطمه است. برای همین برای امام زمانش سپر شد، گفت زهرا را بزنید، کاری با علی نداشته. حالا میشه از شما مردم کاشمر محترم یک سوال کنم که به خودتون جواب بدید. ما که یه عمر برای فاطمه داریم گریه میکنیم، عزادار زهراییم، من و شما چند بار برای امام زمانمون سپر شدیم؟ من و شما برای امام زمانمون چند بار سیلی خوردیم؟ من و شما برای تبلیغ امام زمانمون چند بار تحقیر شدیم، کتک خوردیم؟ فاطمه برای امام زمانش جانش رو داد، فاطمه شده. درسته من دارم روزه میخونم، ولی از روزه ها میخوام استفاده تربیتی بکنم. امام زمانداری رو از زهرا یاد بگیری. سزده میگه سینه سوراخ، سادات منو ببخشن. سزده میگه سینه سوراخ، سزده میگه پهلو شکسته، سزده میگه محسن سه شده، سزده میگه خون از بدن زهرا جاری. بگم سادات منو بخشید. سزده میگه درو که آتیش زدن لباس زهرا هم آتیش گرفت، بدن فاطمه هم آتیش گرفت، آسیب به این شدت. حالا فاطمه از روی زمین برخاسته، نمیگه وای پهلوم، ای وای سینم، ای وای محسن، ای وای بدنم. میگه فزه علی رو کجا آوردن؟ امام زمانم رو کجا آوردن؟ فدایی امام زمان مثل زهراست، از خودش بی خوده، چیزی برای خودش نمیخواد، به خودش متوجه نیست، به خودش فکر نمیکنه، ذهنش متمرکز خودش نیست. هرچه هست فناء الله، هرچه از عمل به وظیفه میکنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس